تو مثلا اینجا چیکار میکنی؟ بازی بارسا و چلسی، تو طرفدار رئالی، چی میگی اینجا؟ به تو هیچ ربطی نداره. نه اومدی برد سرورتو ببینی، میدونم. خوش اومدی. یکی از اون اتفاقات تلخی زایه که نکنی اوله سر دروگبای بدبخت بچه‌ها خوش اومدین بازی بارسا چلسی، یه برد خفن از بارسا ببینیم، عشق کنیم ها. عشق کنیم، عشق. عجایب هفتگانه قرار مثل این که اتفاق بیفته. فصل پیشو دیدی دیگه چه اتفاقاتی افتاد. چندم شدین تو مرحله گروهی، ما چندم شدیم، ما تا کجا رفتیم، شما تا کجا رفتیم. شما جام بردین؟ نرفته. شما جام بردین پس. ما فصل بدی داشتیم. این کیه؟ زورو رو داره میفرسته تو. اریک گارسیا صداش. حاجی واقعا از این بارسای الان خوشم نمیاد. فکر کنم میخوای بگی خوشت میاد. کدوم بارسا خوشت میاد پس؟ نه واقعا جدی، اون بارسایی که مسی توش نبود، نیمار بود مثلا خوب بود. سوارز هم که مسی توش نبود، نیمار بود، تو تاریخ همچین روزی نبود اصلا تو فوتبال. ان شاءالله بعدن میشه. آقا بنازم آرا او خوب. حاجی کیت تخمیتون رو پوشیدید. خفه شو بیا. تخمی ترین کیتی که خوان گارسیا. عشق خط دفاع. حاجی کونده واقعا کونده نیست. فکر نمی‌کنم. به خدا هست. لباس پوشیدنش دیدی؟ برعکس اتفاقا. آقا من به نیمه دوم بیشتر امید دارم. بیا پیش بینی کنیم. چند میشه بازی؟ نسبتاً عجیبی است. بدون مهاجم نوک داره بازی میکنه با یه آدم بازی 4 سال میخوای فکر کنم مثلا تا دقیقه 90 پیش بینی. ولی یه بارسا که میبره فکر کنم. متاسفانه. ان شاءالله به حق ابوالفضل. پیش بینید. چلسی میاد. چند؟ یکیش بازی یکیش میشه. اصلا رئالی همینه به خدا. به نظرم بازی 3-2 بارسا میشه. ببین حالا کی گفتم. خب یکیش با 3-2 چه فرقی میکنه؟ یه دونه فاصله هستی. آخه کسی که میگه بازی بارسا و چلسی یکیش میشه اصلا فوتبال نمیبینه. اون بازیکنه چی بود؟ این استوا یاد ویلیان میندازه منو. ویلیان یادته؟ ویلیان یادت نیست؟ ویلیان ماشفر بود داره. مینداخت میرفت. استرلینگ نسخه مناطق محروم اونه. این یارو کی بود چیزه؟ ادن هازارد. خرن باریکلا خطابتون میگیرن الان. ببین انقدر میدونید داوری با بارسا چجوریه، گل که میخوره میگی خطا میگیره. الان همه شده اصلا تو کانالای بارسایی گذاشتن وایسا داره وی آر میکنه. شورت داور رو نگاه کن، آبی قرمزه. کو همینجوری گفتم. ببینم این گارناچو است تو بابای چند میفسته روی دروازه. نه او هند؟ فکر نکنم هند بشه. نه بود. آره با دست خطه. ای جان بازی در اومد. یامال 7 گل میزنی یا کمتر این بازی؟ قهرمان شدن همه جام. به نظرت؟ جدی دارم میگم اگه نزد یامال 7 گل لوا حجی کنه. وای برازم پرس عالی. بزن عشقم، بزن فران. میگم این پلش رو نباید بذاره. اسکول رشفورد الان بود گل میکرد. فیلیک شبیه مسافرکشای خط آزادیه. حاجی مگه میشه اینو برینی؟ نگاه کن یه دقیقه. خوب میره تو موقعیت. به این خوشگلی پاس اصلا تک به تک اصلا خالی میزنیم. این اشکال نه، یعنی بازی باید یکیش میشد. این چی بود نزد؟ این دوده رو بزنم بزنم. این چی بود آخه؟ نمیدونم والا. تنه خوشگلی جان. حروم زاده گرفتن. هو اینو بکن تو گل این بارسا. خدا وکیلی این یامال پلش شو. شت دروازه‌بان اینه سنگر وایساده اونجا. حاجی یامال چرا اینجوریه واقعا؟ چه جوریه یامال؟ نمیره. هم مسی بدتره. یعنی چه مسی بدتره؟ چی داری میگی واسه خودت؟
کل فوتبال بردی زیر رئالیا میدونن چی میگم. هم مسی بدتره یا من نمیره. دست در نکنه. با سلطان دریبلای چه دریبلی آخه؟ پاستو بده بده بریم. تو رو نگاه این پاش به اون پاش میگه صلوات. الله چه پاسی. ماشاءالله. ژولز، اریک، دیانگ، ماشاءالله. ریتم بالا. یمله بزن. خیلی خوبه. آخ تخمش درد کرده. شکمشو گرفته. من میدونم یا تو بازیکن تیم منه. تخمش درد کرده. ماشاءالله. بده فران برینه. اصلا تاکتیک عالی. توپو برسونید به ایشون که برینه. بهترین تاکتیک. جواب کامل. خطر. هیچ چیز. چون خطر که چی چیزی داره؟ منحنیه. منظوری داره. دکتر صاف کشیده. اینجا اینجوریه. چه زمین گرده. چه خوشایی نمی کنی؟ چون میدونم داور در میاره واسه تون. داور در میاره واسش. قشنگ آفساید بود. من کلیار؟ اینجا که انزو آفساید نیست. او نیست؟ انزو نیست. انزو اینها. این اثری که شالوبا وای فکر کنم گل بود آجی. مرسی شالوبا. شالوبا کار در برد. 100 میلیون دلار واریزی انجام شد. آخه ما 100 میلیون دلار داشتیم بازیکن می‌خریم اینجا زر میزنیم. اگر سیاه به توپ خورده باشه آفساید. اگر ما نیست تاثیر داره. نه هیچ تأثیری نداره. دروازه‌بانو دیدش رو منحل میکنه. چی نه قوانین رو بخون نداشت یه مقدار. به خدا این نتو تو فک و فامیل همه هم هست. بعد برای همه فامیل دوره. مثلا این شیر مثلا داداشش این نیست ولی خواهرزاده مامانش این هست. ولی بازیکنی که به نظرم بره چلسی عقل نداره. چرا چلسی هم تیم بزرگی بوده. الانشو نبین. از اونایی که هر بازی کنی بابا چقدر تمام دیگه نمیشه گل نشه این دیگه نمیشه گل نشه. توپ از لای پای اون یارو کنده رفت تو. بله آقای فران تورس استغفرالله. یه گل به خودی برای تیم چلسی روی حرکتی که کوکاره کیف حالک یا رفیق. یعنی چی؟ یعنی که چطوریایی؟ بذار حالا ببینیم بار چیکار میکنه. یه دقیقه وایسا. یه زنگ بزن. استقبال گارداچو آفساید. وای تو رو خدا آفساید باشه. یکم بعد چک بشه. این روی دروازه ضربه زد. گل به خودی زد. 3 تا گل آفساید. گنده گل به خودی زد. اگر لیورپول نکرده باشه. فران تورز ان زد. ریده تو بازی کلا. اگه تو یه زد خورده بود به پا. نگاه دو پاسکاری میکنم با تیکی تاکا داخل محوطه. نگاه کن. تیکی تاکا رو می‌بینی؟ پاسکاری رو می‌بینی؟ خیلی باحال بود. و بازی هم دنبال شد. میزنیم داداش. دنبال شد. وقتی من میگم 3-2 یعنی باید یه گل بخوریم که بزنیم 3 تا دیگه. از قوطی به قار، از قار به قوطی. مسیری که همیشه بارسلونا طی می‌کنه. وایسا بهت میگم آقا من عادت دارم. منه که طرفدار بارسا فریکم به این چیزا عادت دارم. همیشه تو قوطی بودید. وایسا تماشا کن. داور بازی رو در میاره. وایسا تماشا کن دیگه. بهترین بازیکن سال من بارسلونا اعتماد دارم. داور اند وی آر. ژول جان ممنونم. ژول کنده. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از گل زدنت خوشحال بشم. یه بار که خیلی خوشحال شدیم فینال جام حذفی. دقیقه 114 خیلی خوشحال شدیم. فقط یه فصل رو میتونی تو کوریت استفاده کنی آره؟ فقط یه فصل. ماشاءالله. نرین تو رو خدا. خورد به دستش. زر نزن. واقعا خدا خورد به نرین تو رو دستش. خدا. تو رو خدا خواهش کردم ازتون.
ماشاءالله جان. نده بابا فران، نرو سمت فران، اصلا نرو سمت فران. به فران فکرم نکنین شما تو رو خدا. اصلا فکر کنین 10 نفره این آقا فران نیست، فران تو بازی نیست. خواهش میکنم ازتون. 4 دقیقه تا استراحت. وقتی که تیم تا نیمه بارسا، اینجوری بهت بگم که شما میخندی بابا. ببین اگه درست سر نیمت حرف من چی؟ کی کارت اول گرفت؟ 31 تیر ماه میبینم عزیزم آرا. خب به چخ رفتن. کوکوریا به تنهایی دهنتون رو سرویس کرده. چه غلطی میکنی روشن کارت اولی کی گرفت؟ حافظ سرزمین من خدا حافظ. با بغض سجاد گریه کنید. حاجی خیلی بد زد. اصلا خب چرا میزنی؟ یارو وحشیه دیگه. از آنگولا برداشتن آوردنش گذاشتنش کاپیتان بارسلونا. حاجی تا قبل اخراج مطمئن بودم کامبک میزنیم ولی یه دونه الان بزنه خدا وکیلی نور علا نور میشه. آخه بازی رو به اون خوبی شروع کنی، این هم موقعیت بسازی، اون فران تورز پلش بینه تو همشون معلومه دیگه. مگه یه تیم چقدر فرصت میده؟ و تمام. و همون یکی چیزی بریم دوم چی میشه؟ فران تورز هم تو رخیان داره گریه میکنه. خب از اول چرا رشفورد بازی نمیدی که اصلا به اینجا نرسیم؟ سر تیم فوت نازل شد. یه گل به خودی زدن و چند دقیقه بعدش کاپیتانش بود. قرمز دوم بده عشق کنیم. 10 نفر زیاده بابا. بازی چرت و پرت شد نه؟ داره جون میره. گو خوردم بازی عالیه. گو خوردم. تمام. بابا چه الان اینو چیو میخواد مردود کنه؟ حتی دیگه خوشحالی نه خدایی چیو باید مردود کنه الان؟ میفهمیم دیگه آفساید بود. سانتوس مردود اعلام شده فعلا البته. با هم ببینید این پاسا نگاه اینجا آره دیگه. خدایی بود دیگه. چه سر توپی ولی در گارسیا رو این چی بود خوردی تو؟ یه بازیکن مثلا قبولش داشتیم اونم رید. خیلی کامبک سخت شده فکر نکنم واقعا با این بازی و 10 نفره بودن. نه بارسا یه دفعه جون میگیره اینش هست ولی خب انشالله که نه 10 نفره انشالله هیچ کدوم از این اتفاق نمیفته. یا برس این تیم شبیه داشته نگاه اصلا این ماست. دیگه همه رو هم دریبل کرد که داور نتونه آفساید بگیره. پاس هم نداد که دیگه آفسایدی در نیاد. شما الان البته الان به رویات نزدیک شدی. آره 3 تا بارسا بزنه تموم شد. پیشبینی تو نزدیک شدم. ولی در هر صورت یه نکته یاد باشه که فصل پیش که پی اس جی قهرمان شد به زور حتی رسید به پلی آف. آره تا بازی آخر داشت حذف میشد. دقیقاً همینطوره. الان داری الان باخت خودتو داری. آره دیگه من قبول کردم باخت. ببین بازی الان دیگه میشه پرگل دیگه. یا بارسا میزنه کامبک میزنه یا چلسی میره روی 3-4 تا. نیکی نیکول هم نبود. بچه اگه نشیدین فردوسی بود گفتش فکر کنم مشکل یامال حتی نیکی نیکول هم نبوده. شکستگیش مثل گنو مونده. واقعا در حد بازیکن بزرگ نیست. ببین استعداد داره شخصیت نداره. دقیقاً همینطور. شخصیتش باید باشه. شخصیت خیلی ها ندارم. ببین وینیسیوس نداره، نیمار نداشت. نیمار چرا؟ نیمار یه ذره بدشانسی آورد. معصومیتاش
هیچ امیدی ندارم. کاش 10 نفره نمیشدیم. ای آراه ای آراه. وحشیگری عاقبتش همینه. فیلی که داره میاد. فیلی که اشتباه کرد از اول فرار بازی داد. ولی خب الان رشفورد الان یه رو داره بازی میکنه. چیکار کرده؟ یه پاس اشتباه داده فقط. داداش همه دارن باید بازی میکنن. وقتی 10 نفره باشی عقب باشی تو ورزشگاه حریف خود به خود یهود روحیت میریزه. اول بازی من بارسا باید داشت بازی میکرد. اول بازی بارسا سوار بود دیگه، 2 تا موقعیت رید دیگه، چلسی گفت سیشتیر نمیزنه من میزنم. میدونی سینو چی؟ عادل استاد دانشگاه تو شریف انگلیسی درس میده. آره شاگردش بودم. شاگردم بود بخش. شما گفتم به خاطر همون لحظه شک کرد. همون من شاگرد عادل. آقا بازی برگشت میبینیم تو. وقتی میدونی بازی برگشت نداره. جرأت داریم بیای نیوکمپ. وای آفساید. چه جفت بودن باشه. چرا این اصلا تو آفساید نبود؟ آها اینم بود. بابا داور اذیت نکن. درو خدا. تا سکته چیزی نمونده. تحقیر شدیم. خیلی 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 اولین ویدیو اون جالب و جذاب شد. خیلی 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 ریدم دهن فران تورز و کونده و خیلی دیگه. نگاه کن آقا، یارو اولین گلش برای باشگاه چلسی رو به بارسلونا زد. خیلی جذابه. خیلی جذابه. من از هواداری چلسی عذرخواهی میکنم. که بازی رئال رو نمیبینی؟ من از هواداری چلسی عذرخواهی میکنم که اول بازی فکر کردم تیم قلدر شما بتونه 1 گل فقط به ثمر برسه. شما وقتی قراره این ویدیو رو ببینید اگر دیدید خدا وکیلی فالو کنید. فالو اساس سابسکرایب کنید. جدی میگم. نمیدونه کجا داره کار میکنه یارو. رئالیا به خدا همیرن اصلا نمیدونن هیچی نمیدونن هیچی. الان به خدا اسم 2 تا بازیکن چلسی بارسا نمیدونه ولی مثلا خوشحاله که چلسی برده. خوشحالم که بارسا شده. بگو 2 تا بازیکن یه گل به خدا شاد میشم. به خدا هر کی شاد نشه اگه بارسا یه گل نزنه. وای وای چه خوشگل زد رافینیا، چه خوشگل زد. اینا رو اصلا خطا نبود. حاجی هم بچه بودم مثلا این دردشون بیشتر از اونه. بچه بودم تو خونه واسه خودم سریال میساختم. بعد همینجوری تو فوتبال بازی میکردم و نقش بازی میکردم و مثلا انگار بازی کنم فلان و اینا. بعد یهو افتادم خوردم به لبه میز. حاجی کمرم تا 2 ماه درد میکرد. بعد تو اون 2 ماه هم مثلا اینجوری نقش بازی میکردم که مثلا نشستم دارم با مربی صحبت میکنم میگه نباید بازی کنیم، من میگم نه من باید بازی کنم. با اون کمرم بازی میکردم. سوباسا بود اون یارو مریض بود. همون دیگه اون شکلی فازمون داشت. رفته بودم تو فازمون. قهرمان لیگ خونمون بودم. جام جهانی ها بردم. لیگ تک جانبه نبودی مثل آرات حسینی دیگه میگه. چه فرقی داره. اونم قهرمان آپارتمانی. واقعا آرات نمیدونم چرا بزرگ نمیشه. تیم قدره بابا، من یه گل میخوره این تیم. بیشتر از 3 تا گل نمیخورن. تیم اول اروپا سا بترسید از بارسا. مرزونه تسلیت عرض میکنم خدمت تمامی هواداران بارسلونا. سلامت باشید. شما همیشه زیرخواب رئال خواهید بود. رئال هفته پیش اذیت شده، مقدار اذیتش کردن تو لالیگا، توی لیگ قهرمانان اصلا چند وقت نبردین دیگه. به هر حال گفتیم که 3 تا بازی نبردیم.
اوه تو بازی برای گنده اروپا باید نیست یه مقدار. گنده اروپا که فعلا 3-0 عقب بود و بازی رو واگذار کرد. قبول داره ما گنده اروپایی. آفرین خوب درستاتو فهمیدی. خداحافظی کن من مثلا روحیش نه خداحافظی ندارن ایشون. همیشه همین بوده. بارسا بازنده است. بارسایی جماعت بازنده است. بیاید طرفدار رئال شید. ما هنوز جا داریم واسه تو. واسه کی جا دارید؟ کی به خاطر حرف تو مثلا میاد طرفدار یه تیمی شه؟ چی میگی واسه خودت؟ ما جا داریم. مثلا اتوبوس رئال رو داره میبرید چیز سانتیاگو. بله. باز به هر حال اگر دوست داشتید هواداری رئال مثل شما نیستن. آخه این بلد نیست اصلا. دستتون در نکنه. دستشون برای چی در نکنه؟ نگاه کردن دیگه، تحمل کردن این باخت ها این باخت جریحه دار رو نگاه کردن. داداش خوشوبش میکنی سلطانو؟ خوشحاله. خدافظ. ما بریم بخوابیم. سابسکرایب کنید.